مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه که منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به بینندگان عزیز، بنده امین فردین. خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم در این برنامه از یکی از لاکچری ترین فاجعه های دنیای موسیقی با شما صحبت بکنیم که یکی از این افراد معروف و مشهور دنیای مجازی جفت پا یه پاشو گذاشته این ور دنیای موسیقی، یه پاشو گذاشته اون ور دنیای موسیقی، قشنگ با قدرت قهوه‌ای یه دونه موزیک ویدیو و آهنگ تولید کرده و منتشر کرده که یک ضربه مهلک به دنیای موسیقی زده این شخص که شاید خیلی از شما ایشون رو بشناسید، خانم نیلی افشار، که اومدن یه دونه آهنگ منتشر کردن که امروز هم علمی هم عملی این موسیقی رو برای شما تحلیل و آنالیز میکنیم، به اصطلاح خودمون ریاکت نشون میدیم و از دوست خوبم تومن تکاو درخواست کردم که به صورت حتی تکنیکی هم حالا این موسیقی رو تحلیل و آنالیز بکنه. بیشتر ما سعی میکنیم که خواننده‌های معروف و مشهور رو از لحاظ تکنیکالی بررسی بکنیم، اما این موزیک ویدیو یه ویژگی خاص داشت، اونم این بودش که رکورد بیننده‌های پیج اینستاگرام رادیو جوان و نمیدونم یوتیوب و توییتر و هر شروور دیگه ای که بود شکوند. بعد شما به من میگید که هرس نخور. آقا مگه میشه هرس نخور؟ طرف نمیدونم علم موسیقی رو داره، سواد موسیقی رو داره، من نمیدونم چی رو داره، فقط چون پولش رو داره اومده تو دنیای موسیقی. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. البته یه نکته هم بگم قبل از اینکه اینجوری هرس بخورم بخوام راجع به موسیقی صحبت بکنم، من هر اکت و واکنش و هر حرکتی که نسبت به هر سوژه انجام میدم صرفا توهین ندونید و فقط به خاطر فان بودن موضوع هستش. که حالا ما بشینیم یک نواخت جلوی دوربین اینجوری یقه هم بندیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خبری که همینک از طریق منابع ما در فلانجا به دست ما رسید میخوام به شما بگویم. نه ما اینجوری نیستیم، میگیم بالا گوزو ببین مثلا چی خونده، اینطوری صحبت میکنیم راحت خودمونیم. مستراب نگاه معلومه تا دیروز کجا بود الان برام شده شاخه مجازی، اینجوری میگه. خلاصه خواستم بهتون بگم که مثل خودتون که نمیتونم بگم، خب شاید خیلیاتون اینطوری نباشه، سر جمعای خصوصی ما یک نشون میدیم. اما میخوایم در خصوص این ضربه مهلک به دنیای موسیقی خانم نیلی افشار، موزیکی که منتشر کردن پشیمونم، برای شما صحبت بکنیم که البته ایشون نسل بعد از هایده و مستی هستن. یعنی باید بگم هیچی نمیگم، بریم موزیک رو ببینیم. خب این مدلی که انتخاب کرده فکر کنم یه نیمچه کراشی هم روی نیلی داره، حالا گفتم در جریان باشید. بله خب ساعت رو به رخ حریفان میکشه این بازیکن. بله بعد فقط یه چیزی دستتو نباید بیاری این ور اینجوری دراز بکنی، تو جزو این حریم این اصطلاح فکر کنم این باره است. حالا کیفم یه جوری گذاشته که اصلا دویچه گابانا معلوم باشه واسه رخ کار گذاشته دیگه. بله پشیمونم ازت یه بود ساختم، خواستم تو ببری و علکی جلوت باختم. یا ابوالفضل تقصیر من خوبی زیاد کردم، الان حرفی زنی با من جوری که میخواد. آقا نمیدونم چرا یه سری از این آدمایی که یه چوسه میرن ورزش میکنن، یه گوزه میرن نمیدونم هیکل خودشون رو میسازن، چرا وقتی راه میرن اینجوری راه میرن؟ یه چیزی توتونه من نمیفهم. حالا این نکته هم بگم، من این توضیحاتی که میدم حالا برای طنز ماجراست، ولی خب واقعا این نکته رعایت بکنید. کاشان برمیگردم عقب ببینید آخه چه وضع راه رفتن تو رو خدا. نگاه کنید چه جوری راه میره اینجا، نگاه کنید قشنگ مشخص حالا کات خورده این توش.
آره سیگارم چستوت میکنی. بعد اگه تو ورزش کنی سیگار آخه چرا؟ جلوی آینه خودم همه زدنم زمین جایی که بلندم بکنم پشیمونم اگه بیشتر از خودم تو رو دوست داشتم ببینم. حالا راجع به خوانندگی هومن جان جلوتر برای شما صحبت میکنه. حالا درمان قطعی یوبوست تضمینیه. با این صدا قشنگ کلا میشوره میبره. ادامه بدیم. بعد خیلی هم صحنه‌هاش خوبه. کاش که بیشتر بود این صحنه‌ها. و اگر میخواید لذتش رو ببرید از این آهنگ بهتره که این آهنگ رو بدون صدا گوش بدید. پیشنهاد من اینه بهتون. خیلی صحنه‌هاش خوبه. ازت میکنم کلن پشیمونم واسه هر کاری کردم دوست ندارم من واسه قبلم میخوام برم یا خدافزی کنیم دروغ میگی کارای بد تو دوباره میکنی پشیمونم واسه هر کاری کردم دوست ندارم من واسه قبلم میخوام برم یا خدافزی کنیم دروغ میگی کارای بد تو دوباره میکنی. یه حسی به من میگه که داره از رو میخونه. یعنی انگار مثلا متن گذاشتن جلوش مثل انشا مثلا اینجوری میکنه میگه پشیمونی واسه هر کاری کردم. اصلا انگار از رو کاغذ چقدرم زشت خوندم. انگار داره از رو میخونه. خب الان بدون تو بهتره برو اگه کسی دورت زده. البته حالا این انتقادات رو کردیم بسیار ادیت ها، کات ها، تصویر برداری ها، فوکوس و فول ها، اکت ها، سناریو و داستان این ویدیو خوبه. یعنی ما نسبت به موزیک ویدیوهای دیگه که میرن میشینن توی خونه سه از این خواننده میرن شمال یه جوج میزنن یا خارج از کشور میرن لب ساحل جای یه دونه ویلا کرایه میکنن صبح تا شب نشسته روی صندلی اینجوری میخونه و واقعا مشخصه که کار شده رو موزیک ویدیو چند روز. نکات مثبتش هم باید بگیم. حالا انصافا حالا اینا رو میگیم. نکات مثبت هم داره این موزیک ویدیو. ادامه بدیم. میفهمی من چه حالی میشم نمیخوام دل تو بذاری بشم میرم دور بابا یه لبی ماچی بغلی صحنه چیزی میآورد دقیقاً تا میرسه جای حساس زرد کات میخوره میره تو صحنه بعدی. توف به این زندگی. توی قصه آره چقدر دوست داشتم ولی اشتباهه. سناریوش تقریبا میشه گفتش که نزدیک به داستان زندگی خود نیلی. خب به حال رابطه داشت با پویان، رفت توی رابطه جدا شد، دوباره بهش فرصت داد، بعدش حالا نیلی رفت با ریحانه پارسا و بعد از اونم با آناشید و رابطه های دیگرش. به نوعی حس میکنم که اومده و داستان زندگی خودش رو تبدیل کرده به موزیک ویدیو. بعد گفتم یه پایین و یه پا اومده. میرم اون دور دورا توی قصه آره چقدر دوست داشتم ولی اشتباهه. نکته دیگه که وجود داره ست کردن لباس هستش. هر دوتاشون مثلا اینجا لباسشون ست رنگش تقریبا و کار شده روی ویدیو. حالا مثبتاش هم میگم حتی رنگ چمدون، رنگ بندی، قاب بندی. حالا یکاش دوست خوبم سیاوش هم بود و میتونست روی تصاویر و ادیت ها اظهار نظر بکنه. ولی اشتباهه پشیمونم واسه هر کاری کردم دوست ندارم من واسه قبلم میخوام برم یا خدافزی کنیم دروغ میگی کارای بد تو دوباره میکنی پشیمونم واسه هر کاری کردم دوست نامصب. یعنی تمام صحنه ها رو کات میکنه. بابا بذار ملت گرنال به دست سویه که گلناریان قشنگ کار در بیارن. بابا یه کات میکنیم زرت و زرت نمیشه که. ندارم من واسه قبلم میخوام برم یا خدافزی کنیم دروغ میگی کارای بد تو دوباره میکنی پشیمونم اگه
چیزی نگفتم واسه دارم ببند اگه میری یا لطفا نمیدونم چشم تا کی بیداره اینم یا ماشاءالله پسرمونم گروپ باز بود ها. داری باشه که یادت بیاره ولی خدایی چک خوبی زد ها. من اگه جاش بودم گفتم خوب نشد دوباره میزدم. آره چکه رو خوب زد، یعنی بازی به نظر من خوبه. بله اینجا مثلا انداختتش پایین و بدو پایین و فقط ای کاش اینجا ماشین پلیس هم میومد. حالا چون کرونا بوده من حالا فکر کنم تو فصل کرونا هم ضبط شده ماشین همون آمبولانس هم به سختی گیر میاد تو تاریکی. بله بسیار عالی. واقعا از گوشم معذرت میخوام بابت این آهنگ ولی یه جایش فوق‌العاده میخوند، اون جایی که اصلا نمیخوند. بله حالا بگذاریم. اینا رو خواستم بگم بهتون که شما کافیه فقط یه مقداری پول داشته باشید، با یه مقداری پول شما میتونید خواننده هم بشید. البته این شروع کار ایشونه و تازه شروع کرده، امیدواریم که در آینده بتونه بهتر کار بکنه. حالا میخوایم به صورت فنی هم این موزیک ویدیو رو بررسی بکنیم. گفتم دیگه دوست خوبم اومد تکاف زحمتش رو کشیده، هم راجع به این آهنگ هم راجع به یه سری از موضوعات دیگه توضیح داده، راجع به رادیو جوان، یه سری خواننده‌های دیگه و بریم ببینیم این آیتم رو، بریم یه سری توضیحات دیگه بهتون بدم. خوش اومدید با آیتم پرژین کوپرنیکوس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به فاجعه دیگه‌ای در زمینه موسیقی پاپ ایران باهاتون صحبت بکنم. این فاجعه از طریق پلتفرم رادیو جوان صورت گرفته که این چیز غیر عادی نیست. رادیو جوان کمر به قتل موزیک پاپ ایرانی بسته. یه خانومی رو چند روز پیش من ویدیوشو برام فرستادن دوستان توی رادیو جوان که شده پربازدیدترین ویدیو و ویو رو گرفته، به اسم نیلی افشار. من اصلا ایشون رو نمیشناختم. حالا توی محیط مجازی دیده بودم که یه سری چیزا ازشون هست توی مردم دست به دست میشه، ولی نمیتونستم ایشون خواننده هم هست. مثل که رادیو جوان کشف کردن که ایشون خواننده هم هست، پول ازش گرفتن، گفتن بیاین ما کارتون رو پخش بکنیم. کار رادیو جوان چیه؟ چون خودشون تخصص موسیقی ندارن، به شکل یک ابزار میبینن و فقط دارن از این آب گلالود و آشفته بازار موسیقی ماهی میگیرن. اینا میان چی کار میکنن؟ میان مثلا کسایی که خودشون آشناهاشونن و دوستاشونن، دوست دختراشونن یا حالا هر کسی که هستن، در هر صورت آشنابازیایی که دارن میان اونا رو بولد میکنن، معروف میکنن. مثلا خانم ستین، مثل خانم دنیا، نمیدونم مثل سوگند. حالا اینا که واقعا نه سواد موسیقی دارن نه تالنتی دارن، چون کسی که تالنت داره توی اجرای لایوش مشخصه که ما اصلا هیچ تالنتی نمیبینیم. توی استودیو همه خواننده و آهنگساز هستن تو این دوره‌ای که توی زندگی میکنیم، ولی قدرت واقعیشون توی اجرای لایو مشخص میشه. حالا برگردیم سر اصل موضوع. این خانم نیلی مثل که ایشون هم اومدن که گفتن ما معروفت میکنیم، ببین چطوری فلانی رو معروف کردیم، فلانی رو معروف کردیم. حالا ما نمیدونیم چه دیلی با هم دیگه کردن. این خانم اصلا نه خواننده است، نه این کار است، نه اصلا موسیقی میدونه چیه. برداشتن یه موزیک ویدیو واسش درست کردن، همینجوری که تو صفحه میبینید. حالا من پخش میکنم، این تیکایشو با هم دیگه گوش میدیم. خب یه بیت خیلی ساده، یه تنظیم فوق العاده ساده و یه کلام مهد کودکی. یعنی این سقوط موسیقی پاپ ایرانی نشون میده که واقعا مخاطب اینقدر سقوط کرده که باید یه همچین صداهای، اصلا یه همچین آلودگی‌های صوتی رو به عنوان موسیقی قبول بکنه. رادیو جوان کارش اینه که فکر کنم الان اگه مامان بزرگای ما هم پول جمع بکنن، به یه کار تولید بکنن بدن رادیو جوان، میگن بدین ما معروفتون میکنیم. کاری نداره که شما میای میخونی، اینجا هم راه برات بازه و کار انجام میدی. و متاسفانه خود منم یه کار
چند سال پیش تولید کردم با آقای شوبرت آواکیان. به خاطر نبودن پلتفرم‌های حرفه‌ای موسیقی مجبور شدم کارامو بدم به رادیو جوان و اینا، چون خودشون دیل دارن با خواننده‌های فالشی که کار میکنن باشون، اصلا پروموت درستابی هم نمیکنن آرتیستایی که میتونن کار بکنن. حالا من خودم نمیگم، کلا بچهای با استعدادی که بالاخره وجود دارن و کارشون هم رو رادیو جوان هست، در صورت مجبورن جای دیگه‌ای وجود نره. آره یعنی اینا خیالتون راحت باشه، هر کی میخواد پولشو بده خواننده بشه رادیو جوان، بدونین که کارشناس داشته باشه، بدونین که اصلا بدون موسیقی چی هست. آخه بالاخره شما با تفاوت پرتقال با موسیقی رو بتونی از هم دیگه تشخیص بدی، بعد یه رکورد لیبل بزنی و بتونی کاراتو ارائه بدی. این ور دنیا اینجوریه که شما رکورد لیبل هایی که وجود دارن حرفه‌ای ان، شما کاراتون رو میفرستین و کارشناس دارن، کاراتون رو چک میکنن و هر استایلی کارشناس مخصوص خودشو داره. مثلا اگه شما فانک بزنی، جاز بزنی، دیپ هاوس بزنی، مدل‌های مختلف موسیقی رو بزنی، اونا کارشناسایی تو این زمینه دارن که گوش میکنن. اگر حرفه‌ای باشه کارتون و آبرو اون شرکت به خطر نیفته، کارتون رو پخش میکنن. در غیر این صورت میگن نه این لول به لول ما نمیخوره، برین سراغ لیبل‌های پایین‌تر که علاوه رنکینگ پایین‌ترن، استاندارد پایین‌تری دارن. ولی رادیو جوان اصلا مهم نیست. مثلا شما خواننده باش نباش، من آدمایی رو میشناسم که موتورشون رو فروختن، آهنگ تولید کردن دادن رادیو جوان پخش کرده. اون تو هم اگه برین سرچ بکنی پره، نه سواد موسیقی توش رعایت شده، نه صداست، نه موزیک، اصلا معنی موسیقی رو دارن عوض میکنن. حالا من واقعا نمیدونم اینا تا کجا میخوام پیش برم و تمام عزیزانی هم که با اینا کار میکنن یه جورایی سکوت کردن. خب منافع دارن، یه سریاشون منافعی دارن با رادیو جوان، چون بالای این هرم میان خواننده‌ای که معروفن رو گذاشتن مثل ویترینشون که بقیه برن به سمت اینا و پولشون رو بدن که مثل اونا معروف بشن. حالا بیایم روی موزیک این خانم نیلی ببینیم ایشون اصلا چی کار کرده تو این کار. من یه قسمت‌های از این ویدیو رو براتون پخش میکنم، شما خودتون ملاحظه بفرمایید. اول پشیمونم ازت یه بود ساختم، خواستم تو ببری و الکی جلوت باختم، تقصیر من خوبی زیاد کردم، الان حرفی زنی با من جوری که میخواد، جلوی آینه خودم همه زدنم زمین جا این که بلندم بکنم، پشیمونم اگه بیشتر از خودم تو رو دوست داشتم ببین ازت میکنم کلن، پشیمونم واسه هر کاری کردم، دوست ندارم من اندازه قبلا میخوام. خب ببینید همینطور که توی این ویدیو میبینید چیزایی که توی ایران ممنوع جوونا پارتی بگیرن، حالا ممنوع هم که هست ولی همه پارتی هم میگیرن، ولی چیزایی که عمومی نیست، بار نیست، دیسکو نیست، نمیدونم آزادی نیست به قول معروف، اینا میان ویدیو با رنگ و لعاب درست میکنن. خب حالا من تخصصم ویدیو نیست، یه موسیقی فوق العاده مهد کودکی باعث یه تصویر، حالا با کامرای حرفه‌ای که الان اومده تصویرها همه خوشگل میشه، یه سری تصویر آرشیوی، من تخصصم تصویر نیست، راجع به تصویرش اصلا نظر نمیدم، ولی موسیقیش یه بیت فوق العاده ساده و یه خواننده، اصلا خواننده نه، یه کسی که انگار برای بچهای مهد کودک داره یه شعری رو میخونه. و جالب اینجاست، حالا من چرا این ویدیو رو اصلا درست کردم، چون اصلا این خانم نیلی افشار در سطحی نیست که من بخوام، اصلا آنالیزی نداره که من بخوام آنالیز بکنم. من بحث اصلیم روی رادیو جوانه که داره چی کار میکنه با موزیک ایران، هیچ کی هیچ اعتراضی نمیکنه، شهرم خلوت گیر آوردن و قشنگ واسه خودشون میتازونن، هر کیو بخوان فامیلای خودشون و آشنای خودشون و همه رو بیارن توی سیستم و فقط پول. این ویدیویی که بهتون نشون دادم شده پربازدیدترین ویدیویی که الان توی پلتفرم رادیو جوان، یعنی فکر کنم رکورد تمام ویدیوهایی که تا حالا همه خواننده‌های زن و مرد بیرون دادن و شکونده. این میدونی چی نشون میده؟ اینو نشون میده که رادیو جوان با امثال این نیلی افشار و ستین و دنیا و سوگند و این خواننده‌های فالشی که به مردم تحویل داده قشنگ موفق بوده که مارکت رو داغون کنه. یعنی اینقدر سطح شعور و شنیداری مخاطبایی که تینیجر هم هستن، یعنی سنشون کمر رو پایین آورده که اصلاً یه فاجعه‌ای درست کرده که روز به روز داره خرابتر و خرابتر میشه. این برای دنیا هم هست، این برای دنیا هم بالاخره هستن خواننده‌ای که برای تینیجرها میخونن، ولی خواننده است، این کاره است. مقدار دیگه ادامه بدیم ویدیو رو.
دوباره میکنی. پشیمونم واسه هر کاری کردم. دوست ندارم منم واسه قبلا. میخوام برم یا خدافزی کنیم. دروغ میگی کارای بدت دوباره میکنی. الان بدون تو بهتره. برو اگه کسی دورت زدش. میفهمی من چه حالی میشم. نمیخوام میفهمی من چه حالی میشم. اگه بیای نری تو پیشم. بیا بریم خونه عمم. دیگه آدم قاطی میکنه. واقعا نمیدونم با چی بگم. رادیو جوان دستتون درد نکنه به خاطر هنرمندایی که تبیین میدین و اینجوری دارین سطح سواد و شنیداری مردم رو پایین میارین و کمر به قتل موسیقی ایران بستین. ببینید اصلا این موسیقی توش نیست، فقط تصویره و جالبه که این خیلی پربازدید شده. توی خواننده‌های این ور هم هستن کسایی که تتوم دارن، لباسای مدرن میپوشن، خیلی هم بروزن، خیلی هم خوشتیپن، ولی سواد موسیقی دارن. شما باید اول سوادشو داشته باشی، بعد اون کمپانیا بیان روت سرمایه گذاری بکنن. ببینیم آیا خانم نیلی افشار تمریناتی که مثلا خانم کیتی انجام میده رو اصلا میدونن چیه؟ Ho. Ho. Ha. He. Who. Who. Ho. Ho. برم. به این تمریناتی که دارن انجام میدن برای قوی کردن دیافراگم و نفسگیری خواننده است که معلم صداسازیشون دارن بهشون آموزش میدن. با وصف این که ایشون خیلی حرفه‌ای میخونه، هنوز کوچ داره، مربی داره. کانتاتی کار کردن خواننده به صورت حرفه‌ای رو ببینیم. Try dropping your jaw. Ho. Ho or ha. Ho. Yeah. تمریناتی که میکنن به صورت کروماتیک نیم پرده معلمشون روی کیبورد گاما رو عوض میکنن و ایشون هی با این کار صداشو کوک میکنه. این مدلی کوک میشن، بعد میان آهنگ میخونن. وقتی که دقیقا مثل سازی که گیتار یا حالا سازهای دیگه‌ای که باید کوکشون کرد، شما باید اول اون سازو کوک کنین، بعد شروع به نوازندگی بکنین. اگه اون سیما کوک نباشه یا پیانو کوک نباشه بزنین، شما هر چقدر اون نوتا رو تمیز بزنین، اون صدایی که بیرون میاد فالش. صدا هم همینطور. اول شما با صداتون رو کوک بکنین، بعد بیاین موزیک بخونین. حالا ببینیم این خانم نیلی اصلا سر در میاره موسیقی. آقای رادیو جوان یا خواننده‌های دیگه‌تون، حالا من همه رو نمیگم، هستن خواننده خوبی هم که داریم، بالاخره ما به اونا میپردازیم. واقعا دست بردارین از این کاراتون. من از همینجا به همه هموطنان عزیزم اینو میگم که خواهش میکنم، قرن ارتباطات و تکنولوژیه، خواهش میکنم با اینترنتی که تو دستتون دارین و با این اسمارت فونی که تو دستتون دارین آگاهیتون رو زیاد کنین. من خودم همچنان دارم یاد میگیرم و اصلا قصد درس دادن به شما رو ندارم، چون خودم دانش آموزم، ولی آگاهیمون رو باید ببریم بالا که ازمون سوء استفاده نکنن. این رادیو جوان رو ناآگاهی من و شما داره این قایق سواری رو میکنه. من حاضرم قسم بخورم هر کسی که شما فکر میکنین خواننده نیست، یه ترک براش درست بکنیم بدیم رادیو جوان با فالشی، پر فالشی و ایراد بدیم. اگر پخش نکردن هر چی شما خواستین بگین اون موقع، چون اصلا کارشناسی ندارن، اصلا موزیک نمیدونن چیه، اصلا اسمش رادیوه، داره موزیک ویدیو هم پخش میکنه، هیچی با هیچی سینک نیست. من میخوام بهتون بگم که امثال این خانم نیلی که دارن میخونن توی استودیو، بالاخره شما میتونین ادیت بکنین، ریتم خواننده رو درست کنین، ملوداینش کنین، اتوتیونش کنین. اصلا قصد توهینی هم به کسی ندارم این چیزی که میخوام الان پخش بکنم. شما میتونین هاپوهاتون هم خواننده بکنین با تکنولوژی الان، ولی آیا اون هاپو تو اجرای زنده میتونه اونجوری کوک و دقیق بخونه؟ حالا منظورم چیه بهتون نشون میدم. تو این ویدیو ببینید که این سگ هاسکی که من عاشق حیونا مثلا خودم یه سگ دارم، ببینید با اتوتیون صداش چقدر کوک و تمیز میشه. میخوام بهتون بگم که تو استودیو هر موجودی رو شما میتونید خواننده بکنید در حال حاضر، ولی آیا اون خواننده میشه هایده؟ آیا اون خواننده میشه مثلا خانم گوگوش؟
البته گوگوش قبلا نه گوگوش الان. Say Mishka. Good girl. Say. Good girl. Say. Good girl. Good girl. دلم تمیز شد و قشنگ تو همون تونالیته‌ای که اون موزیک پخش میشد صدای اون هاپو. خب در صورت اون داره پارس میکنه ولی اوتوتیون اون فرکانسی که میاد توشو براش تعریف میکنی، مثلا گام دو مینور یا دو ماژوره یا هر گامی که میخواین موزیک توش رکورد کنین براش تعریف میکنین، اون هر فرکانسی که میاد اون تو میبره تو اون تونالیته قرارش میده. دیگه بیشتر از این متاسفانه هنر مملکت ما چه در داخل ایران چه در خارج ایران، سیاستی که تخریبش کرد و هنوزم داره میکنه، دادنش دست یه سری آدم، این ور رادیو جوان و آونگ و شرکت‌های دیگه، اون ورم که آقای رجبپور و شرکت‌های مختلفی که من تو کلاب هاوس میدم برج سازن، ساختمون سازن، اومدن خواننده پروموت میکنن. ای بابا مگه داریم اصلا همچین چیزی؟ اینه که سطح کیفی شنیداری مردم آوردن پایین انقدری که این خانم نیلی به خودش اجازه میده که خواننده شه. واقعا خیانت پشت خیانت. دستشون هم درد نکنه. بالاخره اینجوری هم نمیمونه. یه روزی همه چی درست میشه. خیلی ممنون که به حرفای من گوش کردین و امیدوارم که من بتونم بخش کوچیکی از جامعه هم آگاه بکنم. وظیفه و رسالت خودم رو انجام دادم و این کار رو همیشه خواهم کرد که شما دوستان عزیز رو با این مسائل حاشیه‌ای که در موزیک پاپ ایرانی داره اتفاق میفته رو براتون موشکافی بکنم. مرسی که به حرفای من گوش کردید. بله تشکر میکنم از دوست خوبم هومن تکا در خصوص این تله‌آنالیز. حالا چرا برای من مهم شد که راجع به این ویدیو صحبت بکنم؟ به خاطر اینکه برای شما مهم بوده این ویدیو. وقتی 3-4 میلیون نفر توی پیج اینستاگرام رادیو جوان، نمیدونم 3-4 میلیون نفر توی پیج خودمون طرف، توی یوتیوب 200,000 نفر و توی شبکه‌های اجتماعی دیگه داره به سرعت این ویدیو وایرال میشه، حتما برای یه عده مهمه. چون برای یه عده مهم بود ما هم راجبش اومدیم صحبت کردیم و توضیح دادیم که این ضربه مهلک به موسیقی ایران چجوری رقم خورده. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.